درود و سلام نصار همه شما همراهان خوبم. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشین. همراهان خوبم، امروز یک ماشین خانگی را خریداری کردم و این را خواستم که برای دوخت آماده و نقاشی کنم و این را با شما همچنان خواستم شریک بسازم. و در قسمت موتور و شارژگری ماشین هم جا بجاست. می‌بینیم که در داخل از ماشین 6 تا نخچرخان سوزن هم وجود دارد. و حالا میاییم که ماشینمان را نخ کنیم و برای دوخت ما آماده کنیم. و البته نخچرخان ها همشان آماده برای نخ کردن در داخل ماشین و در داخل کارتن ماشین هستند و ما نخ کردن ما را از نخچرخان زیر پای ماشین آغاز میکنیم از این قسمت و به این شکل باید نخچرخان ما طرف بیرون بچرخد نه طرف داخل. به این قسمت باشد نخچرخان را در جاش قرار میدهیم و حالا میاییم که نخچرخان دومی ما را وصل کنیم. در این قسمت پیچک را از این قسمت میکشیم و نخ ما را در این ماشین سر نخ ما باید طرف بالا باشد. به این قسمت به این شکل نخ را از اینجا عبور میدهیم. این قسمت که مسئولیت کشش نخ ما را دارد، از اینجا هم نخمان را به این شکل به همین سادگی عبور میدهیم. از این قسمت نخ گذر همچنان نخمان را عبور میدهیم. از این شیطانک همچنان نخ ما را عبور میدهیم. قسمت نخ گذر این قسمت هم وجود دارد. دوباره بعد از شیطانک ماشین در قسمت دوباره نخمان را میگذرانیم. البته قسمت های داخل کم دستگیر و مشکل است. و از این قسمت همچنان سوزنمان را نخ ما را عبور میدهیم و این قسمت که مسئولیت تنظیم سوزن ماست بالا و پایین میکند، سوزنمان را بالا میکنیم. سوزن ما را نخ میکنیم. البته این ماشین خانگی از طرف بیرون به طرف داخل ماشین نخ می شود و سوزن ما نخ شد.